همین زنی زیناکار، استغفرالله، زنی زیناکار وقتی که شوهرش میداند که همین زیناکار دیوس گفته شدگی بود. راست؟ بله، اگر داند و با اقرار کند، زندگی کند، کاردار نشود، دیوس میشه. اناکنون خیلی همون زن زینا کده میگردد مرد بیگانه کده. اگر همون مرد بیگانه داند که همین زن شوهردار، ما شنیدم که خودم گناه همون مردی نو شوهر رو همیشه به گردن همین مردی زناکار میگذارد گفته. همین گپ راست باشه؟ بله، برای خیانتش، برای آنکه تجاوز به ناموس یک مرد کرد، ریزانیدن ناموس یک انسان برابری ریزانیدن خونش است. آبروی انسانی با شرف، آبرویش از خونش قیمت می ایستد. و این آدم وقتی که با یک زنی، یک انسان این عمل زشت را انجام داد، هم به اون آدم، هم به فرزندانش، پسرانش آینده در بین مردم سر برداشته نمیتونه. میگن که مادری تو فلانی است، میگن مردم، این مردم همین خیلی از وقتی که طعنه میزنن میگن که این فلانی را فرزندش میگن، مادرش را نام گرفته. و وقتی خانه‌دار کردن دخترش هم به یک جا خواستگاری رود، مثلا یا در یک بین قوم گپ زند، میگن که تو اول مادرت مقصد نگاه کن، تو کی هستی که با در بین مردها سخن میکنی؟ شرف یک مرد، یعنی شرف فرزنداش، شرف برادر و دادرانش، شرف عمک و تقای و پدر و بابای و چندین انسان ها را، آبرویش را میریزاند. بنابراین در زمانه های قدیم، حالی دین مقدس اسلام نآمده، عرب های زن های آزاد زنا نمی کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم هند زنی ابو سفیان همراهی جماعتی از زنها برای بیعت آمده بود، اینا اسلام قبول کردند. بعد فتح مکه آمدند، خواستند بیعت کنند، یعنی عهد دهند به پیامبر صلی الله علیه وسلم که پایبندی دین مقدس اسلام میشن، به شریعت اسلام عمل میکنن. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم یک چند عملها را ذکر کردند. گفتند شرک نمی بیارید مادامی که مسلمان شدید، فرزندای خود را از خوف کمبغلی به قتل نمی رسانید، و از جمله گفتند که زنا نمی کنید. بعد گفت که یا رسول الله او تزن الحرة، یا رسول الله مگر زن آزاد زنا میکند؟ یعنی ما به این هم زنا نمیکنیم، ما دین مقدس اسلام نبود زنا نمیکردیم، مگر زن آزاد زنا میکرد؟ در اون وقت ها فقط کنیزک ها زنا میکردن، یعنی غلام دخترایی که نه اصل دارن و نه نسل دارن و از این کشور به این کشور فروخته شدگی هست، پدرش کی معلوم نیست، مادرش کی معلوم نیست، خویش و تبار ندارد، نفسش برای وی ارزان بود، وی اگر زناکور گونم پروا نداشت. اما یک انسان آزاد صاحب قبیله، اگر یه دختر اگر کار زشت کند، آبروی تمام قبیله میریزد. بنابراین گفت او تزن الحرة، یا رسول الله مگر زن آزاد زنا میکند؟ یعنی انکار کرد، یعنی ما اسلام نبود زنا نمیکردیم، چی حاجت دارد که من این بیعت را کنم؟ یعنی دین نباشد ما این کار رو نمی کردیم. یعنی همین خیلی باید باشد انسان، حتی اگر رفته یک دختری باشد که پدر ندارد، مثلا دادر و برادر ندارد، وقتی او به این کار زشت میزند، او قدری نفسی خودش ندانست. اون دخترای زنهای تن فروش، اونا تناشون به اندک مال فروختن، اونا قدری نفسی خود ندانستند. اونا اگر قدر و ارزشی نفس خود را میدانستند، هیچگاه به این عمل دست نمیزدند. بنابراین اون مردی که دیده و دانسته بگذار زندار هست یا زندار نباشدم، شوهردار نباشدم، زنی که با آن عمل زشت میکند، اون زن اگر شوهر نداشته باشدم اون زنا هست. آبروی برادرانی همون دختر زن، پدرش، عمکش، تقایش، قبیلهش، نسبش، آنها رو ریزاند. آینده به فرزندهایی که از همین زن تولد میشد و آینده شوهری که آینده اینه میگیرد، به شأن و شرف آنها هم ظلم کرده است. و روز قیامت الله تعالی حتی از گوسفند شاخدار که در دنیا به گوسفند بیشاخ ظلم کرده بود قصاص گرفته میشد. و این چنین کسانی که حقوق همدیگر را پایمال کرده است روز قیامت آورده میشد.
و الله تعالی البته ترازوی عدل دارد، ترازوی عدالت گذاشته میشه و در حق کسی اگر کسی ظلم کرده باشد از ثوابهای همون شخصی ظالم گرفته به مظلوم داده میشد. اگر رفت و ثوابهاش نباشد یا ثوابهاش پیش از ادای قرضش تمام شود، در این صورت از گناه شخصی مظلوم گرفته به گردن ظالم پرتافته میشد. ثم طرح فی النار، سپس به آتش دوزخ این آدم پرتافته میشد. و این چنین در دنیا هم کسی که زنا میکند البته این قرض است، چخیلی که امام شافعی گفتن زنا قرض است. گفتن کسی که با یک کسی دیگه زنا کرد البته با زنش یا با دخترش یا با خواهرش یا با یکی از محرمانش زنا کرده میشد، دیگرها آمده زنا. این چیزی معروف هست، این مردم آموخته از قدیم الایام گفتگی هستند، یعنی سنت حیات دنیا هست. بله